امیر موعظی میگه که بر جای رطل و جام می، رطل به پیاله ها و کاسه های بزرگ شراب گفته میشه. بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغن. شرط بدی که به جایی که موسیقی دلخواه و گوشنواز بشنوی، صدای زاغ و کلاغ بشنوی. دنیای بدی است. این دنیای بد قرن 5 بوده، قرن 8 بوده و امروز هم هست. انگار در پیشانی سرزمین ماست که این تعبیر دهن پرکن تبلیغاتی شایسته سالاری فقط حرف باشه. شایسته ها به سالاری هیچ وقت نرسیدن. موسیقی اگه از دنیا ورداری، موسیقی از یه ملت ورداری، برابر از به خودکشی. ولی عشق بدون موسیقی چطور میخوای ابراز کنی؟ میهم پرستی بدون موسیقی چطور میخوای ابراز کنی؟ خدا پرستی رو بدون موسیقی چطور میخوای نشون بدی؟ هر چیز در این دنیا به موسیقی احتیاج داری. کسی که لذت نمیبره از موسیقی و خودش هم هیچ موسیقی نمیسازه و نه لذت هم میبره، بهترین آدمی است برای هر خیانت و جنایت و غارت. اینا این به درد این کارا.